میخواهم درباره اسمایلیک هایی که در تلفن های موبیلی هست آیا استفاده آن گناه هست یا نه درباره آن بپرسم. اسمایلیک ها را بعضی ها مانند میکنند به صورت کشی یا به عکس که پیامبر صلی الله علیه و سلم اشد العذاب یوم القیامت علی المصورین گفتگی هستند، یا با همین معنا که بدترین عذاب در روز قیامت بالای صورتکش ها هست، آنهایی که صورت انسان ها و حیوان های جاندار رو میکشند. بعضی ها میگن این اسمایلیک ها همون کلچه هایی هست که به صورت ماننده است، استفاده نکنید. بعضی ها میگن این یگان رابطه به صورت کشی ندارد، عموما فرستادنش باکی نیست. یعنی خودم شخصا من در این باره یگان دلیل قطعی نمیدونم که آیا این به صورت کشی داخل می شود و انشالله که باکی ندارد از فرستادن آن. سوال دوم، سلام علیکم، درباره ایپوتک میفهموندید ما همین گونه برای حجت کشادگی. یعنی درباره ایپوتک چگونه که پیشتر هم گفتیم، یکی از مسئله هایی که در شریعت جایز نیست و به این خیلی ها هیچ نترسیده دست زدند و هنوز هم دست زده ایستادن، این ایپوتک می باشد. و ایپوتک همون کردیت هست یا همون قرض بانکی هست که شما خانه رو میگیرید، بانک پول اون رو میدهد و شما اون پول بانک داده که همچون قرض حساب می شود کم کم مدتی 20 سال و 30 سال آورده به بانک می دهید، که البته این همون ربایی هست که الله میگوید فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. از این پیشترش یعنی ای آنهایی که ایمان آوردید، اگر شما ایمان آورد یعنی مؤمن باشید، دیگر ربا رو بس کنید، پرسنت دادن و گرفتن رو بس کنید. یعنی چگونه که گرفتن فایز حرام است، دادنش هم عیناً همین گونه حرام است و الله میگه اگر بس نکردید شما آماده جنگ با الله و پیامبر باشید. ایپوتک هم عیناً همون است. اگر دولت حاضر یک نیرنگ دیگر است که گویا که دولت اون رو میدهد، دولت یک قسمش رو میدهد، بقیهش رو شما میدهید، و با دستی خود به آنجا رفته امضا میکنید که من راضی هستم که به بانک مدت طولانی قرضی برای خانه گرفتم رو دهم. عیناً همون گرفتن خانه با پول قرضی که دیر کردی فایز میبندد است که این جایز نیست و متاسفانه یعنی به این گویا حلال است گویان بعضی فتوا هم دادگی هستند، ولی برگردید و عقلا هم این رو میتوانیم یابیم که چگونه ما مدتی دراز پول یک خانه رو اون رو بانک میدهد و بعداً به بانک زیاد کنان میدهیم که عموما این چیز از روی شریعت جایز نیست. در شریعت بیع تقسیطی هست که در آنجا فایز وجود ندارد. مثلا من میگویم خانه من مثلا به 2 میلیون می ارزد، من برای شما 2.5 میلیون میدهم، شما میتوانید در 5 سال کم کم پولش رو به من دهید. اگر دیر کردید به خاطر اینکه من ضمانت داشته باشم، شما یگان چیزی خود را در نزد من همچون رهن میگذارید. در این وقت می شود که مثلا گویم این کردیتی نه یا گفتیم ایپوتک نه و این یک خرید و فروش تقسیطی هست، اما اون که بانک پول شما رو میدهد و شما هر ماه باید بدهید و زیادی هم میدهید الکی و باز دیر موندید باز فایزش زیاد می شود، عیناً همان ربا می باشد.